رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من از شما میترسم، من به شما میترسم از شرک به الله. صحابه گفتن یا رسول الله مگر امتت بعد از شما مشرک میشه، شرک به الله میآورن؟ فرمود اما اینی لست اقول، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من ایره نمیگم که یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، من ایره نمیگم که بعد از ما اونها آفتاب پرستش میکنن، اونا مهتاب پرستش میکنن، اونا بتها را پرستش میکنن، نه این کارا نمیکنن. ولکن الاعمال لغیر الله، ولکن اعمال لغیر الله، اونها عمل انجام میدهن که نظرشان رضای الله نیست، رضای خلق است. نظرشان رضای الله نیست، رضای خلق است. کی مرا خوب بگوید مردم، کی مرا نمازخوان بگوید مردم، کی مرا روزدار بگوید مردم، کی مرا سخی بگوید مردم، کی مرا مجاهد بگوید مردم، کی مرا شجاع بگوید مردم، کی مرا حاجی بگوید مردم. نظرش این است که الله راضی شود، فقط به فکر این است که من خلق خدا را راضی بکنم. کلا سرش بگذارم، فریبشان بدم که مرا به عنوان شیخ و صوفی و مولانا و فلان بشناسن، به نام حاجی و مؤمن و متقی بشناسن، در حالی که الله رب العزت و الجلال از پیشش ناراض.